خب میرسیم به ترانزیشن ها. تب ترانزیشن یکی از مهمترین تب های پاورپوینت محسوب میشه. تب ترانزیشن و انیمیشن معمولاً با هم دیگه تدریس میشن. من این دوتا رو کنار هم آوردم. ترانزیشن چیه و به چه دردی میخوره؟ ببینید شما این دوتا اسلاید رو بهش دقت کنید، اسلاید 1 و اسلاید 2. ما اگر از اسلاید 1 بخوایم بیایم رو اسلاید 2 باید از یه ترانزیشن استفاده کنیم. این به صورت دیفالت هیچ ترانزیشنی روش نیست. اگر دقت کنید شما وارد تب ترانزیشن بشید، ترانزیشن نان رو براش انتخاب کرده. شما میتونید اینو عوض کنید، مثلا برای اسلاید دوم ترانزیشن پوش رو انتخاب کنید. میبینید که از اسلاید 1 بخوایم بیایم رو اسلاید 2 یه ترانزیشن داریم و اونم ترانزیشن پوش هستش. من اسلاید شو رو میزنم و میبینید که به جای اینکه ترانزیشن خالی رو ما داشته باشیم ترانزیشن پوش رو داریم. یه بار دیگه من بزنم اسلاید شو رو به این شکل، میبینید که ما ترانزیشن پوش رو انتخاب کردیم و برای این اسلایدمون داریم. خب ترانزیشن های مختلفی داریم اینجا. اگر دقت کنید شما نسخه های 2013 رو اگر نصب داشته باشید این ترانزیشن ها رو همه رو نداره. 2016 همه رو نداره. 2019 اکثرش رو داره ولی بازم بعضی ها هستن که تو 2019 وجود ندارن. این ترانزیشن کراش هستش، ترانزیشن پرده به این شکل، فال اوور، فلش، ترانزیشن باد و ترانزیشن های مختلفی که دارید. ترانزیشن سه‌بعدی داریم ما و بعضیشون هم این قسمت افکت آپشن براشون فعاله. شما میتونید از این قسمت تغییرشون هم بدید. مثلا ترانزیشن فلای ثرو ما داریم که از این قسمت میتونیم مثلا به این شکل تغییرش بدیم یا اینجوری. در کل ترانزیشن های مختلفی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنید. دوباره از این قسمت دوریشنش رو میتونیم تغییر بدیم، مثلا زمان ترانزیشن چقدر باشه، و از این قسمت باید انتخاب کنیم که آن ماوس کلیک باشه، یعنی شما میخواید رو موس کلیک کنید که بره ترانزیشن بعدی، یا افتر اگر فعال کنید اینجا زمان رو بذارید رو 0 به صورت اتومات، یعنی شما وقتی وارد اسلاید دوم شدید به صورت اتومات میاد رو اسلاید سوم. حالا میتونید یه زمانی هم براش انتخاب کنید، مثلا بعد 2 ثانیه بیاد رو اسلاید سوم. اینا با قسمت ترانزیشن ها. ترانزیشن خیلی مهمی که ما باش کار داریم توی ساخت اسلاید ترانزیشن مورف هستش. ترانزیشن مورف چطوریه؟ اجازه بدید من 2 تا اسلاید اینجا بذارم. اول این اسلاید رو من حذف کنم. یه اسلاید من اینجا میذارم، از این قسمت بلانکو براش انتخاب میکنم که چیزی نداشته باشه و این هم اسلاید دوم. 2 تا اسلاید ما اینجا داریم. فرض کنید که تو اسلاید اول ما یه شکل مستطیل داریم. اوکی؟ یه شکل مستطیل ما اینجا داریم. اینو میخوایم ما کاری کنیم که از اینجا بیاد این قسمت اسلایدمون قرار بگیره. یکی از کارهایی که میتونستیم بکنیم این بود که با انیمیشن این کارو کنیم. کار بعدی که میتونیم انجام بدیم اینه که روی این مستطیل کلیک کنیم، این رو کپی کنیم و وارد اسلاید دوممون کنیم، پیست رو براش بزنیم و اینو از این قسمت برداریم بذاریم اینجا مثلا. اوکی، پس اینو کپی کردیم و آوردیم گذاشتیم اینجا. حالا به اسلاید دوممون قسمت ترانزیشن مورف رو میدیم. میبینید که آبجکتمون یا همون شکلمون از سمت چپ به سمت راست منتقل میشه به این شکل.
از این ترانزیشن مورف خیلی استفاده میشه. من حالا یه نمونه سادهش رو گفتم که شما کامل متوجه بشید. مثلا همین ویدیویی که من داخل یوتیوب براتون گذاشتم با ترانزیشن مورف انجام شده. نگاه کنید، شما با کلیک کردن میبینید که با استفاده از ترانزیشن مورف این مستطیل شکل جابجا میشه. مستطیل شکلمون جابجا میشه، برای متنای مختلف قرار میگیره، رنگش هم حالا عوض میشه. همین قسمت ترانزیشن ها همین بود، مبتدیاتش همین بود، بقیهش میمونه برای بخش پیشرفته و اینها و دیگه بستگی به خلاقیت خودتون داره که چجوری از اینها استفاده کنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. این بخش هم تموم شد، بخش سوممون بود تموم شد، پارت سوم تموم شد. میریم سراغ بخش آخر که اون نتیجه گیری و جمع‌بندیه. با ما همراه باشید.